اساساً سبب استنداپ شدن من اون است که با یوری استنداپ و با یوری شوخی‌های خودم من تاب دل خودم رو بریده میکنم و تاب دل آدمانی که شخصانی که میبینن ما رو تماشا میکنن اونها هم خوشحال میشن، من خوشحال میشم. من منبع اساسی درآمد خودم را دارم. برای من استنداپ این یک شغل میباشد، یعنی هابی. مشکلایی که در جامعه هستند، یعنی حل مشکلایی که در جامعه هستند، ما با یاری استنداپ حل این مشکلی رو به آدمان نشان میدیم برای آنکه و یا اصلاح شوند یا اینکه همه مشکلی ها رو اصلاح کنند. خوب میشد که اگر مخلصان، یعنی آدمانی که میبینن ما رو تماشا میکنن، اونها با همین ژانر کمتر شناس باشند و این ژانر کمتر خودشون رو آموخته کنند، برای آنکه ما وقتی که به صحنه میبریم شوخی تیار داریم، ما در آخر همه وقت مقصد داریم. ما رنگی کلون برآمد نمیکنیم. ما میخوایم که هر یک کس ما رو شنود، فهمد، خفه نشوند به گپای ما و پیش از همه دانند که این شوخی است.